با صحبت ما در روز یکشنبه 20 ینور خوش آمدید بینندگان عزیز. بازم در آغاز یک روز تازه شالوی گلخوجه هستم در روبروی شما با خبرهای زیاد از تاجیکستان و جهان و بسپاس به هر یک شما که در روز استراحتتان چند دقیقتان را برای شنیدن خبرها با آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی و با ما میبخشید. خب امیدوارم که روزتان خوب بگذرد و قبل از این توجه کنید به چند مطالبی که در دست دارم. شهرت الفتوف مهاجر توجیک که تقریبا 20 روز پیش از زیر خرابه‌های یک خانه فرو رفته در شهر ماگنیتوگورسک روسیه بیرون آورده شد، بار اول صحبت ویدیویی کرد. این نوار در بیمارستان چلیابینسک توسط نزدیکانش ثبت شده روز 19 ینور به دست رادیو آزادی رسید. شهرت الفتوف در نوار میگوید تا این مدت درباره سرنوشت زن و کودکانش میاندیشید. السلام علیکم و سلامتی خوبه. ساز شدیم که خدا را شکر. این الحمدلله امروز بگه با پا میخیزه. وراج گفت یه هفته دیگه هم دست انشاءالله میداری. انا خیلی خدا عمر درستی از نره کم کم که خبر میگیره و سازه نفهم هم پاهم رو میفته نشگه 100% همه کم که غم داد شگر خدا اپراسیا خطی ساز چی اینه 100% شگر اما ما در غم رجما و در غم گلکا بودم شب و روز در غم او گریه میکنم. یکی از نگفت صبح یه مایده خرسنگ شدم و هر خدا دیگر بکنم. در حادثه فرو رفتن قسمی از بینای استقامتی در شهر ماگنیتوگورسک صبح 31 دکبر سال 2018 اتفاق افتاد. همسر و 3 کودک شهرت الفتوف جان باختند. انتظار می رود به زودی خانواده شهرت الفتوف به خبرگیری پسر خود به چلیابینسک بروند. قبلا توتی خان الفتوف مادر شهرت در صحبت با رادیو آزادی گفته بود باری وزنین بر دوششان بار است که چگونه خبری در گذشت کلین و 3 نبیرشان را به پسرشان برسانند. خب خبر دیگری ما هم با ماگنیتوگورسک وابستگی دارد. یک گروه از مهاجران تاجیک و ازبک در چلیابینسک روسیه بازداشت و به اداره‌های پلیس برده شدند. حادثه روز 18 ینور صورت گرفته است. مهاجران در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که ماموران پلیس از آنها سند اقامت و اجازه کار طلب کردند. محمد، یک مهاجر تاجیک در چلیابینسک روز 19 ینور در صحبت با آزادی ویدیو گفت شب 18 ینور در اداره پلیس کورچاتوف بود و در آنجا شماره زیادی مهاجران بازداشت شده تاجیک و ازبک را دیده است. وی برای رها کردن برادرزاده‌اش که نیز روز 18 ینور دستگیر شد به آنجا رفته است. وی میگوید جنم را از جای کارش در ساختمان بردند و خود را در یک خانه در چلیابینسک ثبت نام کرده ولی همراه همکارانش در جای دیگر میزیست. بعد تلاش‌های ما 2000 روبل جریمه کرده آزاد نمودند. اما یک گروه دیگر را که مهلت ثبت نامشان گذشته بوده است اول جریمه و سپس اخراج میکنند. افزود مصاحبه ما. بازداشت دست جمعی مهاجران در روز صورت گرفت که گروه تندروی دولت اسلامی فروروی یک بخش بینوی بلندوشانه و ترکیش مسافربر در شهر ماگنیتوگورسک را کاری دستی طرفدارانش دانست. مهاجران میگویند هرچند مقامات روسیه این فرضیه را قبول ندارند، ماموران میلیسای ولایت چلیابینسک با استفاده از فرصت مهاجران را از غلبر به قبله میگذرانند. محمد هم میگوید روز گذشته همه مهاجران به یکدیگر زنگ زده از ابله خبردار کردند. بسیاری ها به جای کار خود نرفتند از بس که ماموران میلیسا بعضی خانه ها را گشته مهاجران را میکفتند. بسیاری ها شب گذشته آرام نخوابیدند. تنها کسانی که شناسنامه روسی داشتند امین ماندند. در همین حال مسئول جمعیت تاجیکان چلیابینسک گفت درباره بازداشت‌های دست جمعی مهاجران کسی با آنها شکایت نکرده است، اما وی میگوید شاید مقامات برای ترتیب و نظام سند مهاجران را تفتیش میکنند و جای نگرانی نیست. باید گفت که ولایت چلیابینسک از ولایت‌های صنعتی و اگراری روسیه به حساب می‌رود. بیش از 3 میلیون اهالی دارد و بنا به گزارش‌های غیر رسمی در ولایت نه کمتر از 100,000 مهاجر تاجیک کار و اقامت می‌کنند.
روز شنبه در کوچه های مرکزی شهر بوکو پایتخت آذربایجان اعتراضی دسته جمعی دایر شد که در آن رهایی بلوگری مخالف فساد و شخصانی که به فکر اعتراضگران محبوس سیاسی میباشند تقاضا گردید. صدها اعتراضگر در این راهپیمایی از نقطه نظر قانونی اجازه داده شده اشتراک کردند. آنها از حکومت پرزیدنت الهام علیف طلب کردند که بلوگر مهمان حسینوف و دیگر محبوسان سیاسی را رها کنند. حسینوف میبایست به همین زودی ها از زندان آزاد شود، ولی آخر ماه گذشته در رفع انجام مهلت حبسش مقامداران آذری به او عیبنامه نو بار کردند. او را به مقاومت به نماینده حکومت متهم میکنند. به نشان اعتراض حسینوف و یکی دم محبوس سیاسی آذربایجان گرسنه‌نشینی اعلان کردند. جای یادآوری است که حسینوف با اتهام تهمت بعد 2.5 سال از آزادی محروم شده بود. طرفداران حسینوف این عیبنامه را سیاسی مینامند. خب رو میاریم به خبرهای تاجیکستان. باز مقامات کارهای داخلی تاجیکستان 2 نفر را با اتهام تشکیل پایگاه یا سبقت ماشین رانی در یکی از کوچه‌های شهر دوشنبه دستگیر کردند. به فریدون زبیر و معروف جان قربانوف از 13 تا 16 هزار سومانی جریمه و 2 سال محرومی از حق رانندگی تهدید میکند. مسئولان وزارت کارهای داخلی روزی 18 ینور گفتند فریدون زبیر و معروف جان قربانوف شب 10 ینور امسال در خیابان عینی پایتخت سبقت ماشین رانی تشکیل کرده با صدای گوشخراش و سرعت بلند آرامی شهروندان را خللدار نمودند. عین زمان ماشین هر دو گمانبر در جریمه‌گاه بازرسی دولتی اتومبیلی قرار داشته نسبت به رانندگان بر اساس ماده 326 اضافه 1 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری پرونده باز شده است، گفتند در وزارت کارهای داخلی. پارلمان تاجیکستان بهار سال گذشته جزای جوانانی را که سبقت ماشین رانی در راههای کشور را یک نوع دلخوشی می‌دانند سخت کرد. اما جوانانی که شیفته سرعت بلند هستند و از این رو ادرنالین خود را خارج میکنند میگویند تعیین جزا درست نیست، چون آنها نه جنایت صادر کردند و نه کار غیر قانونی. چند طفل قرغیز که گرفتار بیماری سرطان هستند در شهر تورین ایتالیا تبابت میگیرند. بعد دوربینی این کودکان کریستیانو رونالدو یکی از فوتبالبازان معروف جهان رفت. ادامه رو از کامرسی اتو میشنویم. کریستیانو رونالدو فوتبالباز معروف جهان و عضو باشگاه یوونتوس از حال یک دختر قرغیز که از بیماری سرطان رنج میکشد خبر گرفته است. یونا دختر نورس قرغیز در یکی از بیمارستان‌های شهر تورینی ایتالیا تبابت میگیرد. در این باره دمیرا بایزاکووا پزشک مرکزی سرطان شناسی قرغیزستان در شبکه‌های اجتماعی خبر داد و نوشت بجز از فوتبالباز معروف اعضای دیگری کلوب یوونتوس هم به دیداربینی یونا رفتند. بایزاکووا میگوید یونا از سرطان استخوان رنج میکشد. خوشبختانه روزهای سخت پس سر شد و حالا او کیمیا درمانی میگیرد. و جز این نمایندگان پلیس شهر تورین ایتالیا یکی دیگر از بیماران سرطان از قرغیزستان نورپزیل را زیارت کرده و به او هدیه دادند. در همین حال کریستیانو رونالدو روز 16 ینور در عربستان سعودی بود و برای دستش یوونتوس تورین جایزه سوپر جام ایتالیا را دسترس نمود. حمله‌گری پرتغالی یوونتوس در قسم دوم بازی توپ را به دروازه میلان رساند و همین کافی بود که دستش کامیاب شود. این 16مین گل رونالدو از زمان گذشتنش به دسته یوونتوس در سال گذشته است. بار اول در میدان شهر جده عربستان سعودی هنرنمایی 2 دسته ایتالیا برگزار شد و به زنان نیز اجازه داده شد که بازی را تماشا کنند. برخی از مخلصان از جمله زنها میگفتند که آرزوی آنها دیدن کریستیانو رونالدو زنده یا که از نزدیک بود و به آن دست یافتند. навиди бомдодии рӯзи якшанбе 20 январро идома медиҳем. мақомоти интизомии тоҷикистон баъди тақрибан беш аз 2 ҳафта далели боздошти тоҳир маҳмадбоқиров сокини шаҳри хоруғро шаҳр доданд. ситоди байни идоравӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо пахши гузориши расмӣ гуфт тоҳир маҳмадбоқиров рӯзи 3 январи имсол ба амри нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ итоат накарда баръакс онҳоро таъхир намудааст. мақомот маҳмадбоқировро барои рондани мошини шахси дигар шишаи сиёҳи мошин ки муҳлаташ гузаштааст ва набудани рақами мошин дар ақиби он муттаҳам карданд ва гуфтанд ки нисбат ба ӯ парвандаи маъмурӣ боз шудааст. аммо бино ба иттилои истоди байниидоравӣ ӯ аз соли 2014 ба ин тараф бо иттиҳоми авбошӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт ва бояд барои кирдораш посух бигӯяд. ситоди байниидоравӣ маҳмадбоқиров бародари тоҳир маҳмадбоқировро ба ташкили бетартибиҳо муттаҳам карданд, дар ҳоле ки ба гуфтаи истоди байниидоравӣ ӯ зери санади имзо гузоштааст ки ба амалҳои ҷиноӣ даст намезанад.
و همگونه لحظه بوسو کنور و همخوابگی در فیلم ها از این به بعد به تلویزیون های دولتی تاجیکستان راه نخواهند یافت. یک گروه مخصوص موظف شدند که فیلم ها را قبل از پخش موشکافانه تماشا کرده و چنین صحنه ها را قیچی بزنند. مسئولان تلویزیون های دولتی چنین صحنه ها را فحش و مغایر به ارزش های ملی عنوان میکنند. محمد شریف بابوزاده، معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، روز 19 ینور در صحبت با رادیو زاده گفت من این نمایش صحنه های فحش به خاطر جلوگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی است. تصمیم منع نمایش صحنه‌های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون‌های دولتی در آیین‌نامه نوی توجیک فیلم که میانه‌های سال گذشته تهیه شده بود تاکید گردیده است. این آیین‌نامه از طرف حکومت تصدیق شد و فیلم‌ها بر اساس آن پخش می‌شود. در جامعه سنتی تاجیکستان برخی از این تصمیم حکومتی تلویزیون و رادیو طرفداری می‌کنند، ولی برخی دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتی می‌نامند. مسئولان تلویزیونی تصدیق می‌کنند که در گذشته بعد نمایش چنین صحنه‌ها از طرف بینندگان واکنش زیادی گرفته بودند، ولی مخالفان این تصمیم میگویند مسئولان تلویزیون‌های دولتی در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. باید گفت که ساکنان تاجیکستان به نمایش صحنه‌های شهوت برانگیز در فیلم و نمایشنامه‌های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال 2017 نمایش نخود که من نیستم هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی پایتخت با واکنش‌های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتند که در نمایشنامه گویا ترغیب فحش و شهوت میان کودکان را دریافتند. هرچند دیرتر مقامات تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست. خب بینندگان عزیز، چند خبری بود که من در این صبح بروقت خواستم با شما در میان بگذارم. با سپاس از همراهی شما و با تشکر به همه اونهایی که برای ما عکس و نوار فرستادند و ما بعضی از این عکس و نوار رو امروز در نویدی بمدادی استفاده کردیم و با امید همکاری بیشتر با شما برایتان روز خوب میخواهم و همه شما رو در بخش مستقیم نویدی بمدادی الکی در روز دوشنبه منتظر میشم.